اولا مربعی نما کبیر آدم نمیدونم چجوری میشه با همچین ایده احمقانه پول در آورد؟ چجوری میشه با همچین ایده عالی پول در نیاورد؟ ایدهش خیلی عالی. اولش ما نمیدونستیم با این همه پول چی کار کنیم. خواستیم خاکش کنیم یا خودش کنیم یا بسونیمش. اما بالاخره تصمیم گرفتیم بدیمشون به دیگران. بفرمایید قربان. دوباره میرن تو سخت. باورم نمیشه. باید خودم برم ببینم. هی مواظب باش رفیق. برای مهم نیست چقدر دلت هم بگردی با خودم باید بری عین بقیه توی صف فهمیدی؟ واسه من هیچ وقت صف نبست. شماره 46853 من هیچ وقت 46853 تا مشتری نداشتم. بفرمایید قربان زیبا باشید زیبا زیبا باشید